خیلی اوضاع خراب شده، خیلی خراب شده. تقریبا یک ماه پیش یکی از رفقا تماس گرفت، گفت یک مورد هماهنگ کردم، خیلی ردیف، مرتب، تمیز، خوشگل، نمیدونم کدوم چند تا مشتری خصوصی بیشتر نداره، عمومی نیست و گفتن نفری 700 تومن. گفتم باشه هماهنگش کن، به هفته دیگه ما رفتیم خونه رفیقمون، با بنده خدا هماهنگ شد، اومدیم نشسته بودیم داشتیم خودمون گرم می‌کردیم، بنده خدا اومد. این بنده خدا رو دیدم یک لحظه حس کردم بنده خدا آشنایی، ولی ذهنم یاره نمی‌کنه کجا دیدمش. بعد رفتیم خود تو اتاق کارمون کردیم، رسید که دیگه صحبت کردیم، بعد اونجا آشنایت داد، شناختمش. دختری که از آشناهای دور ما بود، پدرش آدم با شرف، معلم فرهنگی. بعد بهش گفتم تو چرا اومدی توی خط؟ تو چرا این کار انجام میدی؟ یه تشکیلی گفت آره من پدرم دیگه حقیقت توان خرجی خونه رو بده نداره، حقوقش و درآمدش توان خرج خونه رو نداره. من بخاطر که کمک خرجی بشه چند تا مشتری خصوصی برای خودم فراهم کردم و دیدم این کار انجام میدم. خیلی اوضاع خرابه. این بنده خدا پدرش معلم فرهنگی، پدرشو میشناسم، برادرشو میشناسم، میگم از آشناهای دورمونه، خیلی آدمای خانواده‌دار با شرف، خیلی آدمای خوبی، من واقعا تعجب کردم. خیلی اوضاع خراب شده. من یه دونه خواهر بیشتر ندارم، من توی یک ماه روزی 10 بار دارم بهش میگم اگه پولی چیزی لازم داری، هر چی لازم داشتی به خودم بگو، به زمین و زمان میذارم برات فراهم میکنم. اوضاع خیلی خراب شده. دختران دارن میگفتن به تن فروشی مخفیانه، دخترای خانواده‌های خوب و با شرف دارن تن فروشی مخفیانه میکنن. خیلی اوضاع خراب شده. تو خدا مواظب باشین. ببینید چقدر اوضاع خرابه که این دختر خانم پی بی آبرویی به تنش مالیده. ما تو یک شهر بزرگ مثل تهران و اصفهان یا قم نیستیم، ما تو یک شهرستان کوچیک داریم زندگی میکنیم. خلاصه خیلی مواظب باشین. دختران از فقر و بیپولی دارن میفتن به تن فروشی مخفیانه. یک ماه ذهنم واقعا درگیره.